وحید پرچین. این بازیگر چند سال پیش متوجه شد که به سرطان سینه مبتلا شده. در نتیجه به سرعت جلسات شیمی درمانی رو شروع کرد و درمانش رو تا بهبودی کامل ادامه داد. کیوانچ تاتلیتو. کیوانچ چند سال پیش به بیماری آپنه خواب مبتلا شد و در نتیجه برای درمان اون به مدت 1 ماه توی یک کلینیک خصوصی بستری شد و علاوه بر اون دوره درمان طولانی مدتی رو گذروند. این بیماری که باعث اختلال تنفسی در خواب میشه، اگه درمان نشه حتی ممکنه باعث حمله قلبی و سکته هم بشه. جانان ارگودر. این بازیگر که با سرطان سینه دست و پنجه نرم میکنه، مدتیه که شیمی درمانی رو شروع کرده و داره دوره درمان خودش رو طی میکنه. گوپس اوزای. این بازیگر به خاطر ایفای چند نقش مجبور شد چندین بار پشت سر هم وزنش رو به اندازه قابل توجهی افزایش و کاهش بده. همینم باعث شد که اون به بیماری‌هایی مثل تیروئید کمکار، افت قند خون و کبد چرب مبتلا بشه. جمره بایسل. این بازیگر جوان به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته. اطلاعات دقیقی از بیماری اون در دسترس نیست، اما خودش توی یه پست نوشته با این عمل از شر چیزی که 1 سال با من زندگی می‌کرد خلاص شدم. نسلیهان آتاگل. نسلیهان اواخر سال 2020 به بیماری سندرم نشت روده مبتلا شد و به قدری سلامتیش به خطر افتاد که مجبور شد سریالی که در اون در حال بازی بود و نصف نیمه رها کنه و درمان خودش رو شروع کنه. دفنه سامیلی. دفنه سامیلی سالها پیش به سرطان دهانه رحم مبتلا شد. در نتیجه به آمریکا رفت و اونجا تحت درمان قرار گرفت و بعد از مدتی سلامتیش رو به طور کامل به دست آورد. شوالسام. شوالسام که مدتها با کحیر مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد، متوجه شد که به بعضی غذاها حساسیت داره و با استفاده از برنامه غذایی مناسب و ایمونوتراپی طولانی مدت مشکل خودش رو حل کرد. صدا سایان. این خواننده و بازیگر معروف ترکیه دچار اختلالات غده تیروئیده و در نتیجه برای کنترل اون مرتب دارو مصرف میکنه و مراقب تغذیه خودشه. اون با کم غذا خوردن مریض میشه، چون تا احساس گرسنگی میکنه سرگیجه میگیره و هنوزم راهی واسه درمان این بیماری پیدا نکرده. به علاوه اون چند سال پیش آپاندیس خودش رو هم عمل کرده. بیازیت اوزتورک. این شومن و بازیگر معروف لوزه‌های حساسی داره و اغلب به خاطر بی‌توجهی به این مشکلش به بیمارستان میره، چون نمیتونه چیز سرد بخوره و نه بنوشه. اونور بویوکتوپچو. این بازیگر در گذشته دچار حملات پانیک میشده، اما حالا تونسته اونو کنترل کنه و این بیماریش رو برطرف کنه. ابرو گندش. این خواننده معروف و پرطرفدار در سال 2000 موقع تبلیغ آلبومش جلوی دوربین دچار آنوریسم مغزی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. نظرتون در مورد این ویدیو چیه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین با لایک کردن ویدیو و عضویت در کانال لنز ازمون حمایت کنید.